خوش اومدین به اولین ویدیو پیج. اگه عاشق کامیون و رانندگی و بازی شبیه سازی هستین جای درستی اومدین، چون قرار از 0 تا 100 بازی یورو تراک سیمولاتور 3 رو با هم یاد بگیریم. اولین باری که وارد بازی میشین وای میسیم تا لود بشه. خب اولین باری که وارد بازی میشین بعد پروفایل خودتون رو بسازید، اسم راننده، اسم شرکت، لوگوی شرکت و حتی آواتارتون رو انتخاب میکنید تا شرکت حمل و نقل خودتون رو راه بندازید. خب سوال اینجاست که ما چطوری باید اکانت یا پروفایلمون رو درست کنیم و حتی راه اندازی کنیم. درایو رو میزنیم، خود بازی اتوماتیک شما رو میبره به جایی که باید اکانتتون رو بسازید یا همون پروفایلتون رو. خب ما به عنوان مثال اسم خودمون رو میزنیم NH و اسم شرکت رو میزنیم NB. درست. بعد آواتارمون رو اینجا انتخاب میکنیم، انواع آواتار داره واسه شخصیت خودمون، کاراکترمون. بعد اینجا هم لوگو واسه شرکتمون داره. بعد از اون بازی ازتون میخواد شهر خودتون رو انتخاب کنید. هر شهری که انتخاب کنید مسیر ماجراجویی از همونجا شروع میشه. اینجا شهرهای مختلفی داره، مثلا من میلان رو انتخاب میکنم. بعد وقتی پروفایلتون ساخته شد وارد نمایشگاه کامیون ها میشین، جایی که برندهای معروفی مثل ولوو، اسکانیا، رنو، مانو اینا منتظر شما هستن تا اولین کامیون رو انتخاب کنید. حالا ما به عنوان مثال ما رنو رو انتخاب میکنیم، مثلا رنو 2021. ما اینجا مشخصات ماشین رو داریم توی این قسمت بالا. اینجا شاسیشو زده 4x2، مثلا محوراشو زده، قدرت موتور، گشتاور و حتی قیمتش 30,000 یورو. خرید رو میزنیم. بعد اینجا به شما میگه آیا مثلا میخواین تریلی رو با قیمت 30,000 یورو بخرید. ما میزنیم بله. بعد اینجا ازتون بازی میخواد که روی کدوم جایگاه باشه. بعد اینجا یه نکته داره، بازی لول داره، لول داره. هر چقدر که لولمون بیشتر بشه جایگاه بازی هم، مثلا جایگاه کامیونتون هم بیشتر میشه. چون ما اولین بارمون رو داریم بازی میکنیم، اکانتمون مثلا لولشیه که 2 تا جایگاه کامیون داره، فقط میتونیم 2 تا کامیون بگیریم. ما مثلا میزنیم جایگاه اول و به همین راحتی ثبت میشه. لودینگ وای میسیم تا بازی بیاره. منتظر این لودینگ مپ وای میسیم تا بازی بیاره. ما استارت رو میزنیم. بله به همین صورت ماشین روشن میشه. بعد حالا آموزش رانندگی، محل بارگیری و اینا رو هم بهتون توضیح میدیم ان شاءالله تو پارت های بعدی. حتما ما رو دنبال کنید، لایک و کامنت یادتون نره. بعد من از شما یه سوالی دارم، اما سوال اصلی اینه که کدوم کامیون برای شروع از همه بهتره؟ مثلا به نظر شما کدوم کامیون برای شروع بهتره به نظر شما؟ حالا من مد شده بازی رو دارم، مثلا پولم بی‌نهایتی، میتونم هر شخصی سازی، مثلا هر کامیونی که دلم میخواد رو بگیرم. ولی به نظر شما کدوم کامیون برای این سفر و ماجراجویی بهتره؟ حتما جوابتون رو توی کامنت ها بنویسید. ممنون. فعلا خدا.